با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه داشته با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و مقامات محلی شهر و ناحیه‌ها کارهای نظررس به انجام رسانیده شده است که این همه بهره آبادی وطن و فراهم آوردن شرایط خوب زندگی برای ساکنان و مهمانان میباشد. عین زمان در عرفه نوروز بین‌المللی در کوچه و خیابان‌های شهرهای بوستان و خوجند و ناحیه باباجان غفورов کارهای آبادانی، شنیدن گل و بوته‌ها و تعمیر راه‌های اتومبیلگرد ادامه دارد. مسئولین با استفاده از تکنیکا و تجهیزات‌های راهسازی و منفرش‌کنی عزم دارند تا جشن نوروز بین‌المللی چنین کارهای آبادانی را به انجام رسانند. حالا در خیابان به نام اسماعیل سامانی شهر خوجند بعد آماده نمودن راه ماشینگرد جمعیت دارای مسئولیت محدود پرفرض کارهای منفرش‌کنی را آغاز نموده است. مورد به ذکر است که برای انجام دادن این گونه کارها تکنیکای مخصوص منفرش‌کنی را از ایالات متحده آمریکا وارد نمودند که یگانه در کشور میباشد و میتواند در برابر منفرش‌کنی همچنین منطقه منفرش‌شونده را تا به درجه جوابگو به طلبات استانداردی آماده نماید. با گفته مسئولین منفرش‌کنی راههای ماشینگرد با این تکنیک امکان می‌دهد که مهلت استفاده برای راههای ماشینگرد طولانی باقی ماند. جمعیت دارای مسئولیت محدود پرفرض که مسئول تعمیر و منفرش‌کنی قطعه‌های علاهده خیابان مرکزی شهرهای خوجند و بوستان و شهرهای ناحیه باباجان غفورov میباشد با جلب بیش از 30 نفر کارمندان کارها را با صفت بلند اجرا نموده ایستاده است و عزم دارند 15000 متر مربع را که به منفرش‌کنی آماده میباشد در روزهای نزدیک با صفت بلند به استفاده دهند. قدرت‌الله رحمت‌الله، دلیر علیشیرزاده، اخبار.